سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به قسمت جدید ماینکرافت سوروایولمون که اسم ورد رو گذاشتم دین دین دین. شاید باورتون نشه، خودم تازه فهمیدم این اسمو قبل اینکه ویدیوی قبلی شروع کنم گذاشتم. و آره، تو قسمت قبلی رفتیم فول آیرن شدیم و این قسمت میخوایم بریم یه تیکه یه جایی مزرعه‌ای بسازیم که بتونیم گاو و گوسفند بیاریم داخلش و پشم و اینجور چیزامون اوکی کنیم. آره، پس اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و بزنیم بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خیلی خب، فعلا که بیرون شبه میگیریم میخوابیم. خب میگیریم میخوابیم تا خوب شه. اوکی، تخت اینجا هم آیرون ها دارن، پخت و بعد میشن که فعلا بردارم. دونه هم جمع کردم تو این جانگل. اگه توتی چیزی دیدیم من اینو بتونم بهش غذا مزا بدم. غذا سوز چبا به این غذا مزا بدم که یه ذره با من اوکی بشه. اینجا خوبه، اینجا خوبه. اینجا هم منطقه صافی داره، میدونین، هم اون کاری که من میخوام بکنم هم راحت میشه اینجا داخلش. اوکی، حل دیگه. همینجا بزنیم زمین. یه چند تا چیز رو برم تو اینونتوری، چند تا چیز رو برگردونیم تو اینونتوری. این از این، این از این. آدرون ها پخته بشن. یکم بریم چوب ماین کنیم. 15 تا آدرون داریم، 2 تا اینجا داره میپزه. تختمون هم بذاریم اینجا. ریسپان پوینت رو طبق عادت سیو کنیم. اصلا چون قبلا رو موبایل بودم من بچه، قبل از اینکه بیام چی روی موبایل بودم. خب میدونی چی میگم؟ مثلا همین یه کمی من سختم. 42 تا خوبه. کجا بسازم؟ فقط چون الان فعلا نمیخوام با بیل جایی رو بکنم. همینجا 1 2 3 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا. این هم از در. فکر کنم، نه فکر نکنم. خب اینجا اینا رو داریم. بعد من چیز لازم داشتم، الان یادم اومد. به اندازه 3 تا دونه آیرون میخوام که بذارید. ما که داریم دیگه، ما که داریم 4 5 6 تا دونه آیرون برمی داریم و باهاش 2 تا باکت درست میکنیم. داره شب میشه. بگی بخواب، بگی کپه مرگ تو بذار برو. بچه میبینی اینجا تکون میکنه، ولی یه ماده. اون پایین نگاه کنید 9 تا ماد داره، 9 تا مدل داره. حالا 1 2 3 4 5 6 حالا تا اون عددی که بخواد، که حالا اگه خواستیم کار کنیم بهتون میگم به چه دردی میخوره. شما میفهمید، اوکی میشید. بیا بیا گوگلی، بیا از این در بیا. اما قربونت بله، آفرین. بیا گوگلی، گیر کردی. بیا بودو اما قربونت بشه. خب شما 2 تا بزاین. بینم یه بچه جفتتون سیاه، اینا 2 تاتون هم سفید. بکنم شما با نجات پرستی دیگه کنار اومدید. بیاید، بیا آفرین. بیا قدم رو این ور بیاید. بکلا. اوه چه ردیفی. بیاید ماشالله. درها رو باز کنیم. بیاید داخل خوشگلا. بیاید. اوه شما جا موندین که بابا. اوه بیا سیاه پوست. بیا، البته توستیه ولی خوب. بیا گوگلی، تو کجا در میری؟ بیاید داخل. بیاید همگی بیاید. ای قربونت پسر. بچه بذاریم ببینم.
همتون هستین؟ یه گاو جا موند. یه گاو جا موند. بیا. اینقدر گاویا بیا. بیا 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 بیا. بریم هم به اون یکی گاوا غذا بدیم، هم شما رو چارجی کنیم. بیا. اوه برو. این بر. بیا بیا بیا. یه بیریدیتون بزنم هم اینجا همتون. غر 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 غر. یه بیرید مشین همتون. آفرین آفرین. بچه بدید بهم. زیاد شید ببایی ها. بچه های کوچولو، گاو ها، شما همتون یه پا فرزندان من. اوه کشته. دستم خود دستم خود. بیا داخل بیا داخل بیا داخل. غلط کردم بابا. آفرین همینطوری بزرگ شید. شما قرار آینده داران این مملکت بشید. آب البته یه باکت بیشتر نیست فکر میکنم. هرچی مفت باشه کوف باشه بده. آب چجوری بریم اون؟ آی راهش رو پیدا کرد. یه دونه هم اینجا درد. آها آبت رو یافتم. بده من. خب چجوری برمیگردیم؟ اب نداره. چیکار کنیم؟ چیکار کنیم؟ مجبوریم از آب استفاده کنیم. برو. بده من آبو. بده من آبو. آبت بود. حاجی برو پلیرها چجوری میرن؟ ما نمیتونیم. برو 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 برو. برو بالاتر. آها برو بالاتر. آها برو بالاتر. حالا من اینجا میام پایین آبا بردارم میرم رد کارم. باری کلا ماها. باری کلا حرفه های نمیتونیم رد کنیم. آب میگم آب خدایا. نون. صبح که شد. چی میگه؟ داره میگه یه چیز دنبالمه. غلط کردی بابا. ما پارتیمون کلفته. بده من. بخواب بابا بخواب. خیلی خوب بچه ها، کار بعدی که میخوایم کنیم یه دونه مزرعه اینجا بسازیم، ولی نیاز داریم به شاول یا همون چستی نباشه بیل که اینجا متریالش براهه. چند تا؟ یه 3 تا شاول درست میکنم. 1 2 3 دینگ. البته چون آهنیه فکر کنم دیر بشکنه، خیلی زود نشکنه. بریم اینا رو واین کنیم. خب بچه ها به همین اندازه کافیه. حالا کسایی که بازی رو بلدن، یه چیزای بارشونه، میدونن که با بطری آب میتونید، میگن با 2 تا دونه واتر باتل میتونید آب بی نهایت داشته باشید. به همین سادگی میبینید. و الان این آب بی نهایته. من هر چقدر از این وسطش بردارم تموم نمیشه. که حالا آب میتونه دایمندی باشه. به نظرم ارزش نداره. این حتی چوبیش هم، حتی آهنیش هم ارزش نداره. 1 2 3 4. بچه این آب به اندازه 4 بلاک به شما آزادی عمل میده. یعنی به شما آب میرسونه. 1 4 1 2 3 4. اوکی، ولی به عنوان یه چیز بهتون بگم، روشون نباید بپرین. روش که بپرین اینجوری انگار گلش خراب میشه، از حالت شخم در شد. میبینید اونجایی هم که آب نمیرسون خودش داره خوش میشه. چیز بعدی که لازم داریم، بعد اینجا رو اینجوری یه ذره، حالا اگه ویلیج پیدا کردین که چی، اگه نه خودتون اینجوری یه ذره دور و بر رو اینجوری بکنید، بهتون دونه میده. این زمین میتونید دونه پیدا کنید همینجور که میبینید. مثلا من 17 تا دارم که واسه شروع خوبه. و یه چیز بهتون بگم، هم خوابیدن توی بازی، هم اینکه آبشون شاید هم بیشتر باشه هم نه و اینا یه سری تئوری هم. بارون اومدن توی بازی و اینا به شما کمک میکنه اینا زودتر حتی رشد کنه. خب
میدونید چرا میگم تئوری؟ چون تو ماینکرافت بچه منطقی وجود نداره. خب یعنی ما حتی جاذبه هم نداریم تو ماینکرافت، پس برای همین اکثر چیزا تئوری حساب میشن. به طورم ببرم اونجا چند تا دوست پیدا کن. بیا از نون بخورم ببرمت. وایسا، هیچ وقت فکر نمی‌کردم با یک گاو صحبت کنم. بیا 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 گوگولی بیا. به خدا اونجا خراب شد. تو خری تو، بیا اینجا پیش 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 پیش. بیا بیا بیا. آره عزیزم بیا. بیا اینجا، نگاه چقدر دوست هست مثل خود. ببین وارد منطقه مسکونی من شدی، گم شو. بیا بیا گولی گولی پیش 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 پیش. بریم عقب همتون تا این دوستمونم بیاد. اومدی آفرین. خب همتون بیاد غذا بخورید، بچه بهم بدید. بچه 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 بچه. آفرین، بچه دوست دارم. بچه بدین سعی کنید بچه زیاد بدین. آفرین. همتون بیاد این ور تا من بتونم برم بیرون. آفرین. خب من فکر کنم تو این چستم دونه داشتم. اوکی 32 تا دونه داریم الان. اگه میتونیم سیب زمینی پیدا کنیم غذامون اوکیه و میتونیم دیگه ویلیجر بریت کنیم، ولی اگه نه که هیچی. اوکی اینا رو شروع میکنید به کاشتن، حالا به هر روش که خودتون دوست دارید. و میخوام یه چیزی هم همینجا هستیم تست کنیم ببینیم اینا زودتر روش میکنن یا اینا دیگه. اوکی اینا رو ببین، اینا رو ببین. ببین شما در یک منطقه شخصی قرار گرفتین، اشتباه کردین. تربیت آی مردیم. بچه واقعا باور نمیشه زامبی داشتن میکشتن. اصلا قلبا که میاد تو صورتم حس میکنم دارم به بچه های خودم عذاب میدم. شما آینده دارید. اینم از این ویدیو بچه. مرسی که این ویدیو دیدید. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. یه لحظه آره اینا این خوبه. آها این گل هم تقدیم به کسایی که سابسکرایب کردن، همینطور اینا. آره میبینید استقلال و پرسپولیس کنار هم، با هم دشمن نکنید دوستان، خوب نیست. و این گل تقدیم به شما گوگولی ها و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.